کرونا چیست؟ کرونا ویروس یک ویروس ناشناخته است. ممکن است متنوع باشند و افراد مختلف به طرق مختلفی به آن واکنش نشان دهند. برخی از علائم شایع شامل: 1. تب 2. سرفه 3. سختی در تنفس یا آزمایش تنفسی 4. خستگی 5. درد عضلانی یا درد در سراسر بدن 6. افتحاد در حاسمه 7. افتاح سرفه 8. سرفه خشک 9. علائم گوارشی مانند اسهال یا استفراغ. اگر احساس می‌کنید که ممکن است با کرونا عفونت داشته باشید یا اگر علائم شدید دارید، بهتر است با مراکز بهداشتی محلی یا پزشک خود تماس بگیرید. درمان برای موارد خفیف ممکن است شامل استراحت در خانه، مایعات بیشتر و مدیریت علائم باشد. برای موارد شدیدتر ممکن است نیاز به بستری در بیمارستان و درمان‌های پیشرفته باشد. همچنین واکسیناسیون علیه کووید-19 نیز توسط بسیاری از کشورها ترویج شده است تا افراد را از عفونت و اسارات جلوگیری کند. برای درمان خانگی توانید اقدامات زیر را انجام دهید. 1. استراحت. استراحت کافی برای حمایت از سیستم ایمنی و بهبود سریعتر. 2. مایعات بیشتر. مصرف زیاد مایعات مانند آب، چای گرم و سوپ می تواند از خشکی حلق و بهبود نشانه‌های تب کمک کند. 3. مصرف داروهای ضد تب. مصرف داروهای ضد تب زیر نظر پزشک ممکن است تب را کاهش دهد. 4. استفاده از مراقبت‌های خود. استفاده از مرطوب کننده یا گرما در اتاق می تواند از تسکین علائم سرماخوردگی کمک کند. 5. تجنب تماس با دیگران. جلوگیری از انتقال عفونت به دیگران با توجه به تعلیمات بهداشتی. مهم است که هرگز خود درمانی نکنید و همواره با دکتر خود در ارتباط باشید. اگر علائم شما شدیدتر شد یا با مشکلات تنفسی روبرو شدید، فوراً به شفاخانه مراجعه کنید. قوی‌ترین نسخه تداوی و عملی از روی تجربه مریضان کرونایی. سردردی. 1. زنجبیل چای با نعنا 2 گیلاس در طول روز. 2. سیب 1 عدد در طول روز. 3 وقت غذا با مایعات کافی انتایم بخورید. 4 تیکه مرطوب به پیشانی بگیرید. 5 چای سبز زیاد بنوشید. 6 تربوز و آب تربوز استفاده کنید. 7 ماست بخورید. 8 شقیقه ها را ماساژ بدهید. 9 حمام کنید و غذاهای تند نوش جان کنید. ریزش یا زکام. 1 با پیاز حلقه شده تنفس کنید. این عمل را روزانه بار تکرار کنید. 2 سیاه دانه بخورید. 3 محلول سیر و زردچوبه بخورید. 4 زنجبیل چای بنوشید. گلودرد. معجون لیمو با عسل روزانه 3 گیلاس. چای گل بابونه روزانه 1 گیلاس. سیر خام 2 حبه در 3 وقت غذایی. زنجبیل چای روزانه 1 گیلاس. دمنوش دارچین روزانه 1 گیلاس. سرفه. 1 زنجبیل چای با لیمو، عسل و نعنا در صورت شدت خرد کرده، مرچ سرخ و سیر هم علاوه کنید. روز 3 گیلاس. 2 چای سبز زیاد بنوشید. نفس تنگی. 1 چای گل گاوزبان روزانه 1 گیلاس. 2 ورزش سبک نیم ساعت. 3 استشمام آب جوشانده چندین بار. 4 آب سیب روز 1 گیلاس. 5 آب لیمو روزانه 3 گیلاس. 6 تنفس اسپند صبح و دیگر. 7 تنفس بوی پیاز و آب پیاز بار. 8 آب زردک روزانه 1 گیلاس. 9 توت زمینی روزانه چند عدد. 10 سوپ مرغ مملو از مرچ، سیر، بادنجان، پیاز و نعنا آماده نموده چاشت و شب میل کنید. تب شدید و لرزه. 1 دمنوش کاسنی و زردآلو خشک صبحانه 1 گیلاس. 2 پیاز و سیر خام. 3 با آب شیر گرم غسل کنید. 3 وقت قرص پرستامول بگیرید. در صورت شدت هر وقت 2 قرص بگیرید. اسهالات. 1 زنجبیل چای روزانه 3 گیلاس. 2 حب سیر خام پس از نان چاشت و شب. 3 هنگ یا انگوزه به قدر ضرورت بخورید. 4 تربوز زیاد بگیرید. در صورت عدم فشار بلند نمک بریزید. دلبدی و استفراغ. 1 چای زنجبیل و نعنا. 2 سرکه سیب در میان غذا استفاده کنید.
3. آب پیاز بخورید. 4. زیره با شیر جوشانده بنوشید، روزانه 1 گیلاس. 5. بادیان به قدر ضرورت بخورید. پای دردی. 1. چاپی کردن. 2. آب زیاد نوشیدن. 3. گردش. کسالت و بی اشتهایی. 1 ساعت قبل از نان مولتی ویتامین بگیرید، گردش و ورزش‌های آرام انجام دهید. خنده کند و شاد باشید. باید متذکر شد که به هیچ وجه به بیماران کرونایی غذاهای سرد شده، یخچالی و باسی ندهید. توجه برای تقویت جسمی و روانی هر گونه میوه جات و سبزیجات بخورند. امید بخشیدن، دلداری دادن و نیرو بخشیدن. دقت، پس از خوردن غذا بیمار برای 5 دقیقه گردش کند. به محض که به یکی از علائم بیماری فوق دچار شدید، به تداوی‌های فوق به اسرع وقت بپردازید، تغافل بیماری شما را مزمن‌تر می‌سازد. قرنطین، بیماران سالمند مزمن شکر و توبرکلوز را قطعاً متوجه باشید. کرونا را به یاری خداوند به زودی شکست می‌دهیم. شریک کنید تا زندگی دوستان و هموطنانتان را نجات دهید. نوشیدن آب باعث افزایش اکسیژن خون می‌گردد. برای پیشگیری از سرماخوردگی، ریزش، روزی 9 تا 11 گیلاس آب بنوشید. مخصوصاً کسانی که مصاب به بیماری کرونا کوید -19 شدند، مقدار اکسیژن خون آنها پایین می باشد و بدنشان کم آب، دیهایدره می گردد، باید روزانه 2 الی 3 لیتر آب بنوشند. چنانچه تب دارید هر نیم ساعت 1 گیلاس آب بنوشید. به خاطر داشته باشید که سرد در آب حل می گردد، چنانچه جهت آشامیدن آب از نل آب می خواهید استفاده کنید، بذارید مقداری آب از آن بره، سپس از آن استفاده کنید و استفاده از نل آب گرم جدا خودداری کنید. چون ممکن است سربی که داخل نل گرم وجود داره در آب حل شده باشد و باعث مسمومیت شما گردد. چنانچه دسترسی به آب سالم ندارید، آب را حداقل 20 دقیقه بجوشانید، سپس استفاده کنید. هیچگاه بعد از مصرف میوه و غذا آب ننوشید. تنها لیمو منبع ویتامین نیست. 1 عدد لیمو 50 میلی گرم ویتامین C دارد، در حالی که 1 عدد مرچ تازه 75 میلی گرم. قیمت لیمو بلند رفته است. به جای لیمو از منابع ارزان ویتامین استفاده کنید. روزانه بدن در حالت عادی به 100 میلی گرم ویتامین C ضرورت دارد، اما در حالاتی که بلند بردن مقاومت بدن در مقابل ویروس کرونا مطرح است، این نیاز تا 200 میلی گرم در روز بلند می رود. 1 عدد لیمو 50 میلی گرم ویتامین C دارد، در حالی که 1 عدد مرچ تازه 75 میلی گرم. 1 عدد کیوی متوسط 70 میلی گرم. 1 عدد کچالویی که سرخ نشده باشد 50 میلی گرم. 1 عدد مالته متوسط 105 میلی گرم ویتامین C دارد. در هر 100 گرم ترکاری و میوه‌جات مانند زردک، گلپی، کرم، کاهو، شلغم، ملی سفید و سرخ، تراتیزک، جواری، بادرنگ، کیله، نخود سبز، متر، پالک و نعنا از 6 میلی گرم الی C و 6 میلی گرم ویتامین C وجود دارد. تابلیت های ویتامین C وجوشی ارزانترین راه دریافت ویتامین C می باشد. طرز تهیه معجون سیر و زنجبیل. مواد لازم: عسل نیم گیلاس، سیر 1 قوزه. طرز تهیه: سیر را پوست کرده و خرده توته کنید، بعداً آن را با عسل مخلوط کرده سر آن را بسته کرده برای 7 روز در یخچال بگذارید. شما می توانید روز 1 قاشق روزانه نوش جان کنید یا اینکه 1 قاشق در آب جوش اضافه کرده و نوش جان کنید.